سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این جلسه قراره بخش اوله، حالا نمونه سوالات آزمون پی اس پی او یا همون پی اس پی او پایین یا مالک مسئول حرفه‌ای لول، یعنی سطح یک رو با هم دیگه بررسی کنیم که مبنای این سوالات همون مارک تست هاست. 800 تا سوال اون مارک تسته که ما تو 3 جلسه و هر جلسه 20 تا تست رو با هم دیگه بررسی میکنیم. الان جلسه اوله و یعنی قراره تو این جلسه بخش اول سوالات رو با هم بررسی کنیم. خب، اولا که آزمون خب انگلیسی شما میتونید بر فرض مثال با اکستنشن کروم، حالا که گوگل ترنسلیت رو داره و خود اسکرام هم توضیح داده، میتونید از اون استفاده کنید و عرضم به حضورتون که کمکتون میکنه فارسی، به صورت فارسی و ترجمه شده سوالات رو ببینید که راحت‌تر و سریعتر بتونید گزینه‌ها رو انتخاب کنید، سوالات رو درک کنید. خب، ما می‌خوایم سوال یک رو بررسی کنیم. سوال یک: کدام یک از اعضا میتونن بکلاگ محصول رو پالایش کنن؟ خب، 4 تا گزینه داره که حالا من جواب سوالات رو انتخاب کردم. برای همه سوالات پاسخ سوالات هم هست، اما اینجا ما میخوایم تحلیلی بهش بپردازیم. مالک محصول و توسعه دهنده ها. خب، مدیریت بکلاگ محصول با مالک محصوله، پس یکی از گزینه‌ها تا اینجا مالک محصول. گزینه دوم توسعه دهنده هاست که با حمایت مالک محصول همچنان مسئولیت نهایی بکلاگ محصول رو بر عهده داره. پس نها کنید، نمیگه خود توسعه دهنده اعضا میتونن پالایش بکنن. خب، یه جایی هست مثلا تو سوالات تک گزینه مالک محصول داری، توسعه دهنده داری. خب اونجا فقط جواب مالک محصول خواهد شد. اما توسعه دهنده اگر اه، از طرف مالک محصول اه، بهش حالا اصطلاحاً اه، تبعیض اختیار بشه یا درخواست کمک داشته باشه، میتونه یه سری کارا رو انجام بده. گزینه بعدی به اسم ذی‌نفعان. خب، ذی‌نفعان هستن توی بکلاگ محصول، مدیریتش، اولویت بندی، شفاف سازیش یا هر چیزی اه، تأثیری نداره. تحلیلگر کسب و کار: مطابق با چارچوب اسکرام چیزی به اسم تحلیلگر کسب و کار نداریم. ما اسکرام مستر داریم، توسعه دهنده ها یا تیم توسعه داریم و ارزم بزرگتون مالک محصول رو داریم. حالا اینکه روی ساختاری یه حالا بی ای یا بی ای بهش میگن تحلیلگر کسب و کار داریم و این زیر مجموعه مثلا برای مالک مسئولیتی متصور میشیم که شامل تحلیلگر و تستر. حالا اسکرام گفته که من این 3 تا نقش رو به عنوان نقش رسمی میشناسم، یعنی نقش های تیمی توسعه، مالک مسئول و اسکرام مستر. اما یه جایی توی شرکتی ساختار اصلاح میشه بر مبنای اون چارچوبی که حالا چارچوب اولیه که داده اسکرام. تحلیلگر و تستر هم زیر مجموعه مالک محصول یا زیر مجموعه دیولوپرها قرار میگیرند، یعنی همون تو تیم توسعه، اما نقشش کامل گفته نشد. بنابراین اینجا 2 تا گزینه صحیح رو گفته انتخاب کنید و بیش از 2 تا گزینه صحیح هم نداریم که میشه مالک محصول، توسعه دهنده با حمایت مالک محصول یا با درخواست کمک از سمت مالک محصول. گزینه دو گزینه دو ببخشید. سوال دوم: آیا مالک محصول میتونه برخی از وظایف خودش رو، مثلا تعامل با تیم اسکرام و مالکین محصول دیگر یا افراد سازمانی که با مشتریان ذی‌نفعان در ارتباط هستن، واگذار کنه؟ ببین، یه تفاوتی هست بچه. تو جملات دقت کنید. واگذار کردن یا کمک گرفتن. من به عنوان مالک محصول میتونم از اونرهای دیگه یا مالکین محصول، مدیر محصولای دیگه یا از توسعه دهنده ها کمک بگیرم که آقا بر فرض مثال تو تعامل با تیم اسکرام کمک کنن. من یه مشکلی دارم، نمیرسم، مرخصی دارم، حالا هر چالشی که دارم کمک هم کنن تا این حالا
پروسه زمانی طی بشه و بتونم اون کیفیت رو داشته باشم، یا که اصلا توی پیک کاری عجیب و غریبی. آره میتونه درخواست کمک کنه و بهش کمک کنن، اما واگذار نمیتونه بکنه تعامل با تیم اسکرام رو، که آقا تعامل با تیم اسکرام رو شما انجام بده، مالک محصول دیگر یا مدیر محصول تو انجام بده. پس عملا این گزینه خیره. خود مالک محصول که یکی از ارکان تیم اسکرامه نمیتونه تعامل با اسکرام مستر و تیم توسعه رو واگذار کنه. میتونه درخواست کمک داشته باشه، میتونه ازشون کمک بخواد، ولی واگذار نمیتونه بکنه، چون مسئول در نهایت پاسخگویی نسبت به بکلاگ محصول برای تیم اسکرام از این اکان خود مالک محصول. خب سوال سه: چه کسی نحوه انجام کارها رو تو طول اسپرینت مشخص میکنه؟ ما گفتیم که توسعه دهنده ها چیکار میکنن؟ توی طی اسپرینت یه سری کارها رو انجام میدن مطابق با تعریف انجام شده یا دی یا دیفینیشن آف، که در نهایت مثلا یه فراوردی قابل انتشار حالا در هر اسپرینت حداقل یه دونه داشته باشن. و یکی از مسئولیت‌های اونا چیه؟ که یه سری از کارا رو توی جلسه برنامه‌ریزی اسپرینت مشخص میکنن برای اینکه توی طی اسپرینت انجام بدن. پس اه، طی اسپرینت قرار انجام بشه، بکلاگ اسپرینت مختص توسعه دهنده است و با توجه به تعریف خود مدیریتی که نحوه انجام کارا رو خودشون تعیین میکنن که چی کار باید بکنن، چه جوری، حالا طی چه زمانی چه مدلی میخوان تو بازی اسپرینت انجام بدن، وابسته به خودشونه. بنابراین نحوه انجام کار در طول اسپرینت رو کی مشخص میکنه؟ گزینه‌ای که داری اسکرام مستر همچین قابلیتی نداره، معماران فنی نرم افزار نمونام ندارن، مدیران تیم اسکرام اگر منظورش مدیرای ارشد سازمانی اونام ندارن. کارشناسان تحلیل اصلا توی چارچوب رسمی اسکرام وجود ندارن، علیرغم اینکه توی همه سازمان ها حتی با اینکه چارچوب اسکرام رو دارن وجود دارن. گزینه درست توسعه دهندگانه که مشخص میکنم، چون بکلاگ اسپرینت مسئولیتش با توسعه دهنده است که تو آخر اسپرینت باید حداقل یه فراورده با ارزش بدن و اون کارهایی که حالا متعهد شدن تو طول اسپرینت انجام بدن رو انجام بدن. خب بدهی فنی منجر به چه اثراتی در محصول میشه؟ سه تا گزینه رو مشخص کنیم. بدهی فنی منظورش چیه؟ منظورش اینه که ما یه سری بر فرض مثال برای اینکه پاسخ سریعتری و حالا یا پاسخ سریعتر بدیم، یا با یه راه حل راحت‌تر به درخواست زیرنفعمون، یا یه جایی کارمون زیاد بوده می‌خواستیم یه راه حل ساده با زمان پایین، زمان کم رو پیاده سازی کنیم و سریع به مشتری حالا درخواست رو براش انجام بدیم. اه، اما بعد محصول میره جلوتر و بزرگتر میشه و اینتگریت میشه یک پارچه، اه، چی میگم، محصول خیلی رشد میکنه، میتونه یه سری آیتم ها، یه سری کارهایی که ما انجام دادیم باعث بشه کیفیت محصول تو بلند مدت دچار مشکل بشه و هر لحظه محصول لحاظ پرفورمنسی، لحاظ حالا نیازمندی عمل کردی و انجام دادیم یا غیر عمل کردی، لحاظ پرفورمنس، از لحاظ حالا نوع کارکرد که وجود داره ما رو دچار اختلال بکنه و برای ما دچار مشکل، یعنی ما رو دچار مشکل کنه. من میخوام برای یه مثال هم بزنم. اه، یه محصولی داشتیم که مثلا تو روز اول بر فرض مثال شما برای مثلا 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 200 نفر میخواستی
یه ریکوستی رو ثبت کنید فرضاً 10 دقیقه رو 20 دقیقه طول میکشید و اوکی بود. حالا نمیخوام بازشم بکنم، اما بعدا رسید این ریکوست به 10,000 تا 12,000 تا. چند تا اینکه چالش به وجود میاد. یک، هر ارتباطی که با حالا شبکه میگرفتی اگر کانکشن 1 ثانیه 1 میلی ثانیه قطع میشد، این اتفاقا میافتاد و قطعیه باعث میشد که پاز نشه و استوب بشه اون فرایند و ادامه پیدا نکنه، و اینکه باعث میشد زمان حالا ریکوست ها، حالا پاسخ به ریکوست ها خیلی زیاد بشه، به خاطر اینکه تعداد ریکوست هایی که داشت میدن زیاد بود. م، حالا اونجا باید یه راهکاری میدادیم که یه مشکل حل بشه، اما تو اعداد پایین اعداد پایین ریکوست ها خودش رو نشون نمیداد. حالا گزینه‌های صحیح کدوم میشه؟ گفتیم یه کار توسعه اضافیه و کیفیت محصول رو هم تو بلند مدت به خطر میندازه، یه ریسک واقعی که ممکن لحظه محصول رو تهدید کنه. مسئولیت اون با توسعه دهندگان است، نه همچین چیزی نیست. مسئولیت هر اتفاقی با تیم اسکنامه، به معنای کمبود منابع فنی است، نه لزوما کمبود منابع فنی باعث این کار نمیشه. من یه جایی کدی نوشتم که کدم تمیز نبوده اصطلاحاً، یه جایی بر فرض مثال نیازمندی که حالا تشریح شده یا شرح داده شده اشتباه شده و باعث شده که مسیر اشتباه بره و بنابراین دو تا گزینه آخر جواب صحیح است و سه تا گزینه اول جواب صحیح. خب، هنگامی که چندین تیم اسکرام روی یک محصول کار میکنند، چه کسی باید اطمینان حاصل کنه خروجی آنها به یک نسخه یک پارچه تبدیل میشه؟ این بحث نکسوس برای سازمانهایی که همون اسکرامه، ولی خب گسترده‌تر اسکرامه، که برای سازمانهایی که مثلا چندین محصول دارن و چندین تیم اسکرام دارن که اینا باید با هم دیگه همکاری کنن، چون یه سری کارهاشون هست وابسته به هم دیگه است، بنابراین اسکرام مسترشون باید با هم دیگه همکاری داشته باشن تا بتونن در نهایت این تیم ها یه خروجی یک پارچه داشته باشن. اما گفتیم مسئول انجام کارها برای اینکه خروجی مثمر ثمری داشته باشه طبق چارچوب اسکرام در پایان هر اسپرینت یا همون نکسو، هم چارچوب اسکرام یعنی راهنمای اسکرام هم راهنمای نکسوس توسعه دهنده است. توی چارچوب اسکرام بکلاگ اسپرینت متعلق به توسعه دهنده است که آخر اسپرینت باید حتی یه فراورده داشته باشه که حالا اونایی که مطابق با DoD یا تعریف انجام شده قابل حالا ارائه و انتشار باشه. توی تیم‌های ترکیبی یا نسخه‌های یک پارچه، نسخه‌های ترکیبی هم توسعه دهندگان حالا تیم‌های اسکرامینگ مسئولیت رو بر عهده دارن. اسکرام مستر مالک محصول و توسعه دهندگان و مالک محصول گزینه‌های نادرستی هم، فقط توسعه دهنده. خب، وقتی چندین تیم اسکان روی یک محصول کار میکنن، مهمترین چالش چیست؟ خب، یه محصول داریم، چند تا تیم اسکان حالا به خاطر استراتژیک بودنش، بزرگ بودنش روی محصول دارن کار میکنن. همون بحث گفتم حالا راهنمای نتسوزی که معمولا توی لول یک آزمون از این سوالات نمیاد، ولی باز سعی کردم یه ذره سوالات رو سخت‌تر ببینم. همینطور چون بر مبنای مارک تست هم همین مدلی دیده. عرضم به حضورتون که وقتی چندین تیم اسکان روی محصول کار میکنن، مهمترین چالش چیست؟ بذار گزینه‌ها رو با هم بررسی کنیم. گزینه دو، اطمینان از اینکه هر تیم اسکان کار کافی برای انجام داره. خب، حالا این چالش هست، تا اینجا اصلا این یه چالش. اشتراک گذاری یک تعریف مشترک از کار آماده. خب، اینم چالشه. شروع پایان همزمان اسپرینت ها چالش نیست، چون شروع پایان همزمان اسپرینت ها میتونه برای تیم اسکرام یکسان باشه، یکسان نباشه، ولی این چالش نیست.
اولی کاهشی هست به وابستگی ها بین تیم های اسکرام مختلف. خب فرض کنید همشون چالشه، کدومشون مهمه؟ خب اگر مثلا من نتوانم وابستگی ها رو تشخیص بدم، اگر نتونم کاهشش بدم یا حذفش کنم بین تیم های اسکرام، اثراتی که داره چی هست؟ باعث میشه من خروجی همون چی بود تو سال قبلی، نسخه یا فرآورده یک پارچه‌ای نداشته باشم و وابستگی رو نبینم، توی بازبینی اسپرینت برای حالا دمو بزنین حرفان با چالش بخورم، تیمای اسکرام با هم دیگه به چالش بخورن. حالا گزینه 2 و 3 و 4 هست ولی چالش مهمی نیست. و مهمترین چالش اینجا اینه که من چیکار کنم که وابستگی رو کاهش بدم یا حذف کنم بین تیم‌های اسکرام مختلف، یعنی چند تیم اسکرام که دارم، و بتونه اه، هر تیم روی کارهای خودش فوکوس داشته باشه، یا اگر هم وابستگی باشه بتونن با هم دیگه کار کنن و حالا در نتیجه بتونن با هم دیگه تعامل داشته باشن تا این وابستگی منجر به این نشه که اه، خروجی مطمئنی نداشته باشه. پس گزینه یک پاسخ صحیح. چه مقدار از بک‌های اسپرینت باید در جلسه برنامه‌ریزی اسپرینت مشخص بشه؟ فقط گزینه 2 رو اول بررسی می‌کنیم. فقط به اندازه‌ای که حوزه طراحی و معماری مشخص میکن حوزه میکند. اصلا جوابم آخرش بهش اشتباه. نه، این مدلی نیست. تیم اسکرام تصمیم میگیری که چه مقدار از بکلاگ اسپرینت باید در جلسه برنامه‌ریزی اسپرینت مشخص بشه. این حالا میگم توسعه دهنده ها هستن، مالک محصول هم هست، اسکرام مستر هم هست. پس گزینه 2 نادرسته، چون اصلا حوزه طراحی معماری آنچنان دخالت خاصی نباید داشته باشن توی جلسه برنامه‌ریزی اسپرینت. گزینه 3 کل بکلاگ اسپرینت باید در این جلسه تعریف و تخمین زده بشه. من یه نکته بگم بچه، ببخشید میگم بچه، یعنی همون دوستان همکاران عزیزان، توی جواب دادن به سوالات به باید و نباید یا میتواند یا نمیتواند دقت کنید. خیلی مهمه. یه جایی باید داری، یه جایی نباید داری، یه جایی میتواند داری، یه جایی نمیتواند داری. مثلا اینجا میگه باید در جلسه برنامه‌ریزی اسپرینت مشخص بشه، میگه کل بکلاگ اسپرینت باید در این جلسه تعریف بشه و تخمین زده بشه. فرض رو بر این بگیریم که من یه جلسه برنامه‌ریزی اسپرینت دارم که حالا همه آیتمام شفاف نشده، آیتم کم دارم. اونجا چی کار باید بکنم؟ باید جلسه رو به تعویق بندازن. اسکرام گفته نه، تو شروع کن جلسه رو برگزار کن، به اندازه آیتم هایی که داری حالا همون تو جلسه شفاف سازی انجام بده، تخمیناشون رو بزنن و بتونن کارشون رو استارت بزنن. پس بنابراین کل بکلاگ اسپرینت باید در این جلسه تعریف و تخمین زده شود. همیشه این اتفاق نمیافته، بنابراین این جواب اینجا نادرسته. گزینه 4 فقط به اندازه که اسکرام مستر مطمئن شد تیم اسکرام کار رو درک کرده. بکلاگ اسپرینت رو حالا توسعه دهنده ها قرار کارا رو انتخاب کنن. خب مالک محصول هم بهشون کمک میکنه، شفاف میکنن. اسکرام مستر حالا نیازی نیست که اینجا تیم اسکرام کار رو درک کرده دیگه، اونا با هم تعامل دارن دیگه، اصلا ربطی به اسکرام مستر اینجا پیدا نمیکنه. میرسیم به گزینه اول، به اندازه‌ای که توسعه دهندگان بتوانند پیشبینی خود از کار اسپرینت داشته باشند. یعنی چی؟ یعنی یه سری آیتما رو انتخاب میکنن، تخمین میزنن و هنوز حالا بین توسعه دهنده و مالک محصول بحثه که یه سری آیتما شفاف نیست، اولویت بندی نشده، نیاز به تعامل با ذی‌نفع داریم، نیاز به جلسه داریم، یا اصلا آیتم کم داریم. ولی این چند تا آیتم رو انجام بدیم و کارهای چند روز اولمون رو برنامه‌ریزی کنیم تا اون موارد شفاف بشه یا اولویت بندی بشه و اونا هم اضافه بشه به اسپرینت که در نهایت بتونیم این کارها رو کامل انجام بدیم. بنابراین گزینه 1 گزینه صحیح تریه نسبت به گزینه 3.
خب در طول اسپرینت چه نوع تستایی باید انجام بشه؟ فقط یونیت تست یا تستایی باید همه تستا به جز UAT، همه تستا به جز تستای پارچه سازی یا تستای اینتگریشن؟ نه، همین هر نوع تستی که حالا مطابق با DoD تعریف انجام شده است انجام بشه. یعنی تمام تستا باید انجام بشن. حالا توی تعریف انجام شده تست ها هم وجود داره، پس گزینه صحیح تمام تستا باید انجام شود. مطابق با چارچوب اسکام چه زمانی باید یه نسخه افزایشی جدید برای شفافیت ارائه شود؟ من اینجا اشتباه کردم. این منظورش هم فرآورده است. اینکریمنت نو اینکریمنت حالا ورژن هست که ما گفتیم توسعه دهنده ها کارا رو انتخاب میکنن، تو طی اسپرینت انجام میدن و در نهایت در پایان هر اسپرینت ما یه برآورده یا نسخه افزایشی جدید داریم که مطابق با تعریف انجام شده یا DoD هست و میتونه قابلیت انتشار داشته باشه. پس گزینه صحیح بعد از مرحله تست پذیرش رو باید ببینیم که توی روال های سازمانیمون کدوم مرحله است. هر 3 اسپرینت نسخه پیچیدن نداریم، اسکرام نسخه مدلی نپیچیده. یه اسپرینت داشته باشه مختص انتشار، همچین چیزی نداریم. زمانی که مالک محصول درخواست نسخه جدید داشته باشه، توی سری از سازمان‌ها مالک محصول میتونه برنامه‌ریزی انتشار داشته باشه، اما مسئولیت حالا این کرمنت ها با کل تیم اسکرامه، یعنی اسکرام مستر، توسعه دهنده و مالک محصول. بنابراین گزینه یک گزینه صحیحه. خب سوال 10: کدوم دو معیار با ما کمک میکنه تا مشخص کنیم محصول در حال ارائه ارزش است؟ حالا ارزش یعنی چی؟ همش با درآمد مشخص نمیشه. حتی فکر کنم یه جایی سوال بود، اون سوال بود که آیا ارزش با درآمد معیار ارزش درآمد؟ نه. یه جایی رضایت مشتری، بهبود تجربه کاربری، اینا میشه ارزش. پس گزینه‌ها رو بررسی کنیم. اه، بهره بری این که مثلا کار خوب انجام بدیم، پرفورمنس خوب داشته باشیم، خب خوبه، ولی اگر نتونیم اون کاری باشه که ارزش ایجاد کنه، اولا بهره بری مهم نیست. سرعت، تو اگر خروجی داشته باشی که با سرعت خوبی هم انجام بدی اما مشتری راضی نباشه یا به موقع وارد بازار نشده باشه، بعد جذاب نیست و ارزش ایجاد نمیکنه. بودجه، تو فرضاً کلی بودجه اضافه کن برای تیم ها، 10 تا تیم هم اضافه کن برای کارها، اما اگر نتونی رضایت مشتری رو به دست بیاری یا نسخه ها یا انتشار ها یا آپدیت هایی که برام حالا محصولت داری توی بازار دیرتر از موعدش باشه، با تحقیر مواجه بشه، میتونه ارزشی که مد نظرت رو بهت نده. بنابراین رضایت مشتری خیلی مهمه که باعث میشه که شما مطمئن میشی که ارزش ایجاد کردی و اینکه چه زمانی ما اصطلاحاً گو تو مارکت، همون ورود به بازاره، چه زمانی به بازار اون نسخه رو یا اون محصول رو یا اون آپدیت رو عرضه کنیم. بنابراین این 2 تا گزینه اول. این سال هم مبتنی بر راهنمای مدیریت مبتنی بر شواهد یا evidence based management که معمولا تو لول 1 نباید توی آزمون بیاد. این راهنما مختص نسخه 2 PSPO و حتی نکسوس هم همینه. معمولا توی لول 1 از این سوالات نمیاد، اما خب اون مارک تست 800 تایی شما رو طوری آماده میکنه که از لول خودتون هم فراتر برید. خب سوال 11: آیا داشتن بیش از یک مال محصول در پروژه بزرگ توصیه میشه؟ ببینید، هر محصولی یک بکلاگ محصول داره و هر بکلاگ محصول هم یه مالک محصول داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که
تو اولویت بندی توی نمیدونم ارتباط با تیم، تو ارتباط با ذی‌نفعان، ناسازگاری به وجود میاد، چالش به وجود میاد، کی مسئوله کی مسئول نیست. و بنابراین هر محصول یک بکلاگ محصول و هر بکلاگ محصول هم یه مالک محصول. بنابراین بیش از یک مال محصول پروژه بزرگ توصیه میشه خیر. چه عضوی در تیم اسکرام ذی‌نفعان کلیدی رو برای محصول شناسایی میکنم؟ خب گزینه مدیر ارشد که نیست. نماینده ذی‌نفعان کیه؟ نماینده ذی‌نفعان تو تیم اسکرام کیه؟ مالک محصول. پس گزینه صحیح مالک محصول. من بقیه رو توضیح نمیدم. چه اندازه کار باید روی یک آیتم بکلاگ محصول انجام شود تا در اسپرینت قرار گیرد؟ ببینید اینجا گزینه‌ها رو بررسی تا جای مثلا گزینه 2 تا جایی که بتواند در اسپرینت انجام شود و مقدار کار باقی مانده به اسپرینت بعدی منتقل شود. مقدار کار باقی مانده چی؟ خب چرا نش کنیمش، کمترش نکنیم، کوچیکترش نکنیم که توی یه اسپرینت انجام بشه. مثلا یکی از اساس چارچوب اسکرام اینه که ما باید یه آیتمی رو انتخاب کنیم که توی اسپرینت جمعش کنیم یا بتونیم انجامش بدیم، انقدر کوچیکش کنیم. مقدار متناسب از زمان برای تحلیل، طراحی، برنامه‌ریزی، تست و مستندسازی اختصاص داده شود. خب تو میتونی پالایش بکنی ولی تو اسپرینت به عنوان کار توسعه‌ای نیاری و این شبیه سال 2 حالا مثلا از لحاظ جمله‌ای متفاوته. گزینه 4 تمام کارهای توسعه و حداقل بخشی از تست. نه، ما گفتیم اون کاره انجام بشه و مطابق با DOD یا تعریف انجام شدم باشه که آخر اسپرینت من حداقل یه فرآورده داشته باشم. پس من با اون توسعه دهنده متحد میشم که یه کار رو میگیرم یا 2 تا یا 5 تا کار رو میگیرم مطابق با تعریف انجام شده یا DOD یا definition of done، اون کارا رو انجام میدم و در نهایت در پایان اسپرینت من یه فرآورده، یه افزایش، یه اینکریمنت به تحویل میدم. پس سال یک پاسخی اولی جواب صحیح. اگر تیم اسکرام در جلسه بازاندیشی یا همون جلسه رترو برخی از بهبودهای ممکن رو شناسایی کنه، چه باید انجام بدید؟ تو نسخه 2017 اسکرام میگفت مثلا یکی رو حداقل توی اسپرینت بعدی بیاره حتما. نه همچین چیزی نیست. حتی فکر میکنم من تا اونجا که یادم تو نسخه 2020 گفته که خب این بهبودها رو شناسایی کنید، به بکلاگ محصول اضافه کنید و اگر هم دوست داشتید برای اسپرینت بعدی یا بعدیش یا برنامه‌ریزی کنید، اولویت بندی کنید و بتونید اون رو انتخاب کنید و انجام بدید. بنابراین گزینه 1 پاسخ صحیح. گزینه 2 و 3 اصلا همچین چیزی نیست. کل تیم اسکرام باید بررسی کنن همه آیتم ها رو. برای یک فرد مسئول نداری. گزینه 4 افزودن همه بهبود و بکلاگ اسپرینت بعدی، نه همچین چیزی نیست. بنابراین گزینه 1 گزینه صحیح. چه فردی مسئول انتقال چشم انداز محصول به تیم اسکرام هست؟ خب عرضم حضورتون که بکلاگ محصول مال مالک مسئولش که تعهدش هم هدف محصوله. چشم انداز محصولم مسئول حالا تدوین و انتقالش خود مالک محصول طبق چارچوب اسکرام. پس گزینه 1 جواب صحیح. چه چیزی شفافیت یک نسخه فرآورده یا همون یه نسخه افزایشی جدید یا اینکریمنت رو افزایش میده؟ شفافیت یعنی که اون کارو یعنی کاری که انجام شده رو اون نیازمندی پیاده، حالا کاری که انجام شده هم برای من به عنوان حالا مثلا اسکرام مستر، هم برای من به عنوان دیولپر و مالک محصول و زینف شفاف باشه و قابل ارائه باشه. بنابراین هر کاری که ما انجام بدیم و مطابق با
تعریف انجام شده یا دی یا دیفینیشن آف دام باشه، شفافیت رو حالا شفافیت رو در پی داره و میتونه یه نسخه باشه که قابل انتشار باشه و گزینه صحیح‌تری از نسبت به گزینه‌های دیگه. مالک محصول چگونه میتونه وابستگی بین تیم اسکرام رو به حداقل برسونه؟ خب باید این وابستگی ها رو شناسایی کنه، با همکاری با بقیه اسکرام مستر از این حرفا و حالا توسعه دهنده ها، و بتونه شفافشون کنه، کوچیکترشون کنه و اولویت بندیشون کنه تو بکلوگ محصول و بر مبنای این بتونه کاهش بده یا حداقل برسونه. اینکه از اسکرام مستر درخواست کنه بر حسب مانع اصلا مانع نیست. شما یه جایی دارید، راهی ندارید این مسیر رو برید. با تقسیم بکلوگ محصول به کلا یه بکلوگ محصول داریم، چون یه مالک محصول داریم و یه محصول داریم. با ایجاد یک اسپرینت ویژه بر حسب وابستگی همچین چیزی وجود نداره. چه موضوعاتی باید در جلسه بازبینی اسپرینت یا همون اسپرینت ریویو مورد بحث قرار بگیره؟ هدف از این جلسه چیه؟ من کارهایی که انجام شده و مطابق با تعریف انجام شده بوده رو به زینفعانم چه داخلی چه خارجی دمو بدم و بر اساس اون ارزیابی بشم، فیدبک بگیرم و فیدبک هایی که گرفته میشه رو من بتونم تو بکلاگ محصولم اضافه کنم. اگر نیاز جدیدی در کنار اون هم هست اضافه کنم. شاید اصلا چیزی که من پیاده سازی کردم خوشایند ذی‌نفعانم نباشه، شاید نیاز داشته باشه که از اول کلا پیاده سازی بشه. بنابراین شیوهای کدنویسی و توسعه رو ما توی اسپرینت ریویو اصلا بررسی نمی‌کنیم. فرآیند اسکرام و نحوه استفاده از آن در اسپرینت رو اصلا تو اسپرینت ریویو بررسی نمی‌کنیم، چون مرتبط نیست اصلا با ذی‌نفعان گزینه درسته. بنابراین گزینه 4 هست میشه همون نتایج اسپرینت. خب در پایان اسپرینت همه آیتما کامل شدن به جز یک مورد که تقریبا تکمیل شده است. با این آیتم چک کنیم. بچه آیتمی کامل در نظر گرفته میشه که 100% بشه و مطابق با تعریف انجام شده باشه. تقریبا تکمیل شده هست، توی چارچوب اسکرام وجود نداره. 100% نیست، نباید توی نسخه افزایشی یا همون حالا فراورده یا انتشار اضافه بشه تا زمانی که کامل بشه. باز چی کار میکنیم؟ برش میگردونیم به بکلاگ محصول، دوباره اولویت بندیش میکنیم، میاریم کاملش میکنیم و در نهایت اضافه میشه به نسخه بعدی. خب 3 راهی که اسکرام از طریق آن خود مدیریتی رو ترویج میده اینجا. خب گزینه‌ها رو بررسی میکنیم. اسکرام که ساده است، چارچوبش و حالا اصطلاحاً لایت ویت، سبک وزنه. در توسعه دهندگان عنوان رسمی نداره و گفته که هر کدومتون میتونید خودتون رو مدیریت کنید، کارتون رو به چه شکلی، چگونه، با چه روشی انجام بدید. هرچند میتونید کمک بگیرید، اما این باعث میشه که خب سلف منیجینگ براتون افزایش پیدا کنه و اینکه اجازه میده به توسعه دهندگان که تصمیم گیری کنن در مورد کار اسپرینت که چه شکلی کار رو انجام بدن. پس 3 تا گزینه اول گزینه صحیح هست. ما جلسه اول مربوط به نمونه سوالاتمون کامل شده. 2 تا جلسه دیگه مونده. امیدوارم که این جلسه هم مثمر ثمرتون واقع شده باشه. خیلی ممنون.